تب برفکی بیماری که سالانه خسارت مالی زیادی را به صنعت دامپروری کشور وارد می‌کند. میتونه 30 تا 40% باعث تلفات دام‌های جوان بشه و در دام‌های مسن باعث کاهش گوشت و شیر و پشم میشه. تزریق واکسن به دام تنها راه پیشگیری از این بیماری است که نیاز واکسنی با ایمنی و تاثیرگذاری بالا دانشمندان صنعت هسته‌ای کشور را به سمت دستیابی به دانش تولید واکسن تب برفکی با روش پرتودهی گاما برد. واکسن چند ظرفیتی پرتوتابی شده تب برفکی که در پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای با همکاری مؤسسه متولی واکسن سازی تولید شده میتونه در دام باعث ایجاد پاسخ‌های ایمنی همورال و سلولار بشه و همچنین میتونه تیتر آنتیبادی حفاظتی بالایی در مواجهه با ویروس زنده ایجاد کنه. پروژه‌ای که ما انجام دادیم استفاده از روش پرتوتابی برای غیر فعال سازی این ویروس به منظور تهیه واکسن چند ظرفیتی علیه بیماری تب برفکی بود. جزء واکسن‌های ایناکتیویتد و کشته شده هست. با بهره گیری از این فناوری ویروس‌های عامل بیماریزا تحت تابش پرتوهای گاما قرار می‌گیرند تا غیر فعال شوند و دیگر قابلیت تکثیر نداشته باشند. بعد از اینکه پرتوتابی شد دوز فایندینگ میشه که ببینیم کدوم دوز بهترین عملکرد به غیر فعال سازی داره. بر روی حیوانات آزمایشگاهی از جمله خوکچه هندی تمام پاسخ‌های ایمنی بررسی شد. همچنین بر روی میزبان اصلی این ویروس که گوساله است در یک دامداری در استان مرکزی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج رضایت بخشی را کنار واکسن‌های غیر فعال شده به روش شیمیایی نشون داد. هم تیتر آنتیبادی بالای 2 لوگو نشون داد و هم در آزمون مواجهه با ویروس زنده بر روی خوکچه هندی دوز حفاظتی 50% بالای 6 رو در واکسن پرتوتابی شده ما تونستیم به دست بیاریم. واکسن هایی که تاکنون با روش شیمیایی تولید می شدند غیر فعال سازی ویروس 48 تا 72 ساعت زمان می برد، اما در این روش کمتر از 1 ساعت. همچنین در روش پرتوتابی گاما هیچ باقی مانده در محصول باقی نمیمونه، ولی در روش شیمیایی بعضا باقی مانده هایی از مواد شیمیایی در محصول نهایی که همون واکسن باشه به جای میمونه. در این روش خاصیت تحریک سیستم ایمنی دام از بین نمی رود. پاسخ ایمنی مناسبی داره به دلیلی که آنتیژنی که در سطح سلول وجود داره با روش شیمیایی از بین میره، ولی با روش پرتوتابی غیر فعال سازی کردنش بر اساس تخریب ژنوم هست. این پاسخ ایمنی بهتری میده. این واکسن با تلاش 5 ساله محققان هسته‌ای کشور به ثمر نشسته است. حالا با تولید واکسن تب برفکی با روش پرتوتابی گاما، ایران دومین کشور بعد از آرژانتین است که به این فناوری دست یافته. از هم خبرگزاری صدا و سیما، پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای کرج.